قراره تو این ویدیو یاد بگیریم که چجوری زیرنویس خودکار روی ویدیومون بذاریم به صورت کاملا رایگان. به ویارساف خوش اومدید. الان چند وقتی است که ویدیوهای زیادی رو سطح اینترنت میبینید که زیرنویس دارن پایینشون، مخصوصا در اینستاگرام الان خیلی رواج پیدا کرده و دیگه نمیان دونه بدونه خودشون بنویسن این زیرنویس ها رو و با استفاده از یک سری برنامه ها که قراره با هم دیگه یاد بگیریم چجوری ازش استفاده کنیم، به صورت اتوماتیک با هوش مصنوعی این برنامه ها ویدیو رو توش آپلود میکنی و زیرنویس میذاره به صورت فارسی، انگلیسی یا هر زبانی که دلتون بخواد. خب واقعیتش سایت های زیادی وجود داره و همچنین اپلیکیشن های زیادی که به هیچ کدوم به خوبی کپشنز AI نیستن. کپشنز AI اول برای iOS عرضه شد و بعد وب یا همون دسکتاپ و الان هم روی گوگل پلی نسخه بتاش برای اندروید وجود داره که متاسفانه یک کوچولو ورود بهش سخته و ایمیل و اینا قبول نمیکنه. شماره میخواد که فقط شماره های یه سری کشورهای خاص رو میخواد که ایران هم جز اونا نیست. خب و یه مشکلی که دیگه کاربرا با این نرم‌افزار دارن اینه که پولیه. ما باید بگیریم که حالا چجوری یه جوری بدون پول بتونیم از ویدیوهامون خروجی بگیریم. و خب اگه بخوایم پول بدیم واقعا برای ایران گرون در میاد، حتی اگه یه سری سایت هم باشن که برامون اکانتشو بخرن و ببینیم چی میشه دیگه. خب بعد از همه وارد سایت captions.ai بشید، رو get started بزنید و یه اکانت با گوگلتون بسازید. بعد از اینکه این کارا رو کردید، من الان اکانت رو ساختم، کار خاصی نداره. وارد قسمت پروژه خودتون بشید که به آدرس cap desktop، بعد از نسخه دسکتاپش استفاده کنید، desktop.captions.ai/projects. وارد اینجا بشید. حتما هم فیلتر شکنتون روشن باشه. الان یک کوچولو میبینید صفحه اینطوری کوچیکه، بهتون بعدا میگم چرا. وای میسید تا پروژه هاتون بیاد بالا. برای شما که اولین بار هیچ پروژه‌ای وجود نداره، ولی برای من الان چند پروژه وجود داره که ویدیوهایی هست که توی اینستاگرام و شورت های یوتیوب هم گذاشتم. ویدیوتون رو میتونید از اینجا آپلود کنید. روی آپلود ویدیو میزنید و اوپن میزنید و منتظر میمونید تا براتون آپلود بشه. یعنی فارسی دیفالتش خودش تشخیص میده که زبانت چیه. اگه تشخیص نداد شما میتونید از اینجا انتخاب بکنید زبان رو. اکثر زبان ها هم داره که فارسی هم جز اونها میشه. روی میزنید که منتظر میمونید تا پروژه شما رو بسازه. خب بعد از اینکه ساخت روش میزنید و منتظر میمونید دوباره تا براتون لود بشه. همونطور که میبینید لود شد. روش دورزن تحریم های اینترنتی فیلتر شکن نیست، تحریم. خب الان یک کوچولو درشته این فونت، اینطوری میگیرم، میتونید کوچیکش کنید. از اینجا هم میتونید مدل زیرنویس رو انتخاب کنید که چجوری باشه. الان من یک کدوم رو انتخاب میکنم. این شکنه. توی ویندوز برای این کار وارد سایت میتونید فونتش هم از اینجا تغییر بدید که میتونید خودتون هر فونتی که دلت میتونید یا از اینجا فونت پیشفردش انتخاب کنید یا میتونید روی آپلود کاستوم فونت بزنید و فونتی که دلتون میخواد رو انتخاب کنید. من مثلا الان فونت کلمه رو قبلا آپلود کردم توش و میتونم به راحتی استفاده کنم. الکترو بشید که لینکش رو تو کپشن براتون میز. خب حالا ما کار نریم، این ریزه‌کاریاشو دیگه خودتون میتونید متوجه بشید، کار خاصی واقعا نداره. خب وقتی که میایید اکسپورت بگیرید که
بیشتر دوستان دیگه تا اینجاشو بهتون میگن، بعد از این رو نمیگن که قراره چی بشه. وقتی میایین اکسپورت بگیرین، میاد میگه select your plan، هفته ای میخواید یا حالا ماهانه، که داخل ایران واقعا سخته پرداختش و یه جورایی برای بعضی ها غیر ممکنه. یه طرف هم وجود داره برای اینکه بتونید رایگان اکسپورت بگیرید ازش. شما چیکار میکنید؟ روی کیبوردتون کنترل و منها رو میزنید، همینطوری کوچیک میکنید و هر چقدر که کوچیک میکنید میبینید که سایز این ویدیو بزرگ میشه. بعد از اینکه این کارو کردید، حالا از این نرم افزار ضبط صفحه استفاده میکنید، حالا هرچی میتونه باشه، چه رو گوشی چه روی ویندوز، و حالا میتونید انتخاب کنید اینطوری روی رکورد بزنید، پلی کنید و براتون ضبط کنه دیگه. بعد از اینکه ضبط کرد هم میتونید ازش استفاده بکنید. این تنها روشیه که فعلا میشه از کپشنز به صورت رایگان استفاده کرد. حالا بعداً واترمارک بذاره و نتونیم کارو بکنیم، خدا میدونه کی باشه اون روز، ولی فعلا از این روش میشه استفاده کرد به صورت رایگان. هیچ راه دیگه‌ای برای استفاده رایگان وجود نداره و اینکه این روش رو دوستان بهتون نمیگن، تا فقط اینجاش میگن بعد از اکسپورت دیگه و همین، چیز دیگه نمیمونه. یاد گرفتیم که چجوری از کپشنز به صورت رایگان حداقل استفاده کنیم تا یه جورایی. و ممنون که ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.